سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. بچه ها امروز میخوام راجع به 2 چیز مهم باهاتون صحبت کنم که اکثرا جدیدن خیلی زیاد شده، مخصوصا توی آقایون. حالا به خاطر نمیدونم استرس خیلی زیاده، نمیدونم چیه، میان فیشیال و نمیتونم براشون فیشیال انجام بدم. چرا؟ به خاطر بیماری روزاسه و پزوریوسیس. این 2 بیماری مطمئناً نیاز به دکتر و پزشک داره، ولی یه چیزای ابتدایی هست که برای تشخیصش من میتونم راهنماییتون کنم که چجوری بفهمین روزاسه دارین، چجوری بفهمین پزوریوسیس دارین و چیکار بکنین که بیشتر نشه. روزاسه یه دونه های ریز قرمزه که روی لب، داشتم میگفتم روی لب، روی گونه، روی بینی، روی چونه هاتون به وجود میاد که حتی بعضی وقتا هم حتی قدیما میگفتن طرف لب گلیه، لپاش خیلی قرمزه. این ممکن بود، یعنی شاید بهتون بگم 80% ممکن بوده روزاسه هست که لپای طرف همیشه قرمزه توی سنهای بالا و حتی تو سنهای کودکی نوزادی. بعضی از بچه ها هستن که میبینیم لپاشون خیلی قرمزه و این همون ممکنه روزاسه باشه که به خاطر آفتاب، حالا ممکنه حساسیت های غذایی به خوراکی های تند و حتی بعضی وقتا معمولیت و گوجه و علت دقیقش هنوز مشخص نشده که این روزاسه از کجا اومده و برای چیه و میتونه ژنتیکی هم باشه. اما پزوریاسیس دقیقا متفاوته با روزاسه. همه فکر میکنن پزوریاسیس تقریبا یه جوری شبیه روزاسه، ولی اشتباهه. پزوریاسیس یه بیماری سیستم ایمنی بدنه که میاد پایین و از اون طرف رشد بیش از اندازه سلولای خونیه که این باعث میشه نتیجهش پلاکای قرمز روی رستنگاه مو، روی اینجاهای مو به وجود میاد. مطمئناً بعضیاتون داشتین. اینجاهای مو میزنه که خیلی حس بدی به آدم دست میده. به غیر از صورت روی آرنجا میزنه، روی زانو حتی بعضی وقتا میزنه که با اگزاما بعضی وقتا اشتباه میشه. یعنی من دیدم که طرف پزوریاسیس بوده ولی فکر کرده که اگزاما داره، در صورتی که نه، این دوتا کاملا از هم دیگه متفاوته و به خاطر سیستم ایمنی. و صحبت پایانی که میخوام بهتون بگم اینه که این 2 شبیه هم دیگن، روزاسه و پزوریاسیس، قرمزن، اما علتشون کاملا با هم دیگه متفاوته، راه درمانشون هم کاملا با هم دیگه متفاوته و بهتره براش اگر که خیلی داره اذیتتون میکنه حتما مورد توجه قرارش بدین، چون که جدی و جدی تر میشه، مخصوصا توی بچه ها، توی دختر بچه های 8 تا 10 ساله 12 ساله خیلی زیاد هست و پزوریاسیس توی مردا خیلی زیاد تر شده به خاطر حالا فکر و خیال، استرس های خیلی زیاد. یه چیز دیگه این که یه سری دارو هم باعث پزوریاسیس میشن. مصرف بعضی از مسکن‌ها، بعضی از آنتیبیوتیکا هم به خاطر اینکه سیستم ایمنی بدن رو ضعیف میکنه باعث میشه که پزوریاسیس شدیدتر بشه. کسی که حالا پزوریاسیس داره شدیدتر بشه یا اگه نداره ممکنه کوچولو به وجود بیاره. مصرف زیاد الکل، مصرف زیاد غذاهای خیلی تند، گرما، عرق کردن، اینا همه باعث میشه که پزوریاسیس تشدید بشه و اگر میخواین که کلا از بین بره یا تحت درمان قرار بگیرید باید حتما به دکترتون مراجعه کنید، به پزشک خیلی خوب پوست و اینجور چیزا مراجعه کنید تا بهتون بگه که چیکار کنید. اگه خوشتون اومد از ویدیو من، لایک و سابسکرایب یادتون نره، نظراتتون رو این پایین کامنت کنید. مرسی، بای بای.